چطوره؟ امروز قراره برم که ناخونامو ترمیم کنم. گفتم بیام با شماها آماده بشم. اول از همه یه دونه خط لب شیلم دارم، گفتم بیام با شما آنباکسش کنم که ببینیم رنگش چجوریه. این پکیجینگشه جوری، اینم این مدلیه، طرفش روشه یه طرفش مداده. روژش میزنم، بچه هم مثل کره رو لب سر میخوره. یه رنگ پاییزی داره روژ لبش، لبش هم سمت دیگه شه. خاطلهش هم یه رنگ قهوه‌ای خاکی طوره، رنگ صاف چایه. خب بچه حالا من 2 تا طرح انتخاب کردم برای ناخونام که از شما نظر میخوام که کدومش رو بزنم. این از طرح قبلیم بود، همونجور که میبینید خیلی افتضاحه. 2 تا طرح جدید و اینجا براتون میذارم، کدوم انتخاب کنم بزنم. ساعت، انگشتر، این عطر رو انتخاب میکنم بزنم. دیگه خوبه دیگه، بزن بریم. خیلی دیر شد. اسنپ اومد و سوار ماشین شدم و راه افتادم به سمت سالن که میبره افتضاح قهوه بگیریم. چون یه 20 دقیقه زود رسیده بودم و هوا به شدت بارون خوشگلی بود، گفتم اول از همه برم یه قهوه بخورم. یه لته سفارش دادم و به پیشنهاد باریستاشون یه دونه کوکی پسته‌ای گرفتم که وای نگم براتون از عطر و طعمش. واقعا از اون طعمایی داشت که هیچ وقت از ذهنت پاک نمیشه. انقدر خوشمزه بود که از این بعد هر بار برم اونجا قطعا انتخابم همینه. دیگه قهوه‌مو خوردم و رسیدم سالن. اول از همه آدینه جون ناخونای قبلیمو تراشید و طبق معمول شروع کردیم به پرحرفی و میدونید که منم عاشق حرف زدن. حالا نوبت مانیکور شد که من عاشقشم. دوباره ناخونامو تراشی، قسمت فوق‌العاده دورگیری و بعد تمیزشون کرد و روشون پرایمر و ضد قارچ زد. بچه‌ها من از مواد بیلدر ژل استفاده میکنم که خیلی راضیم، چون که ظرافتش خیلی عالیه. و اگه شما هم مثل من با مواد پودری ناخوناتون زود هوا میگیره و میشکنه، قطعا پیشنهادم بهتون بیلدر ژله. حالا نوبت رسید به اصل ماجرا. متوجه شدین که کدوم طرح رو انتخاب کردم دیگه، مگه نه؟ وای خیلی خوشگل و کیوته. زیر ناخونمو سوهان کشی کردن و بعدش با سوهان برقی زیرش رو تمیز کرد و بعد از سوهان نوبت میرسه به روغن زدن که من عاشق بوشم. وای عاشقش شدم. آخه ببین چقدر کیوت شد. این سری ترمیم ناخونم شد 450 تومن و هزینه طراحی 90 تومن که جمعاً شد 540 تومن. من که عاشق شدم. حالا شما تو کامنت ها بهم نظر بدین که چطور شد. مرسی که تا آخرین مینی ولاگ کنارم بودین. ماچ بهتون. خدافظ.